سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. بیا هم د کاروان په خپرونه کې په دې هفته کې هم زمین اکبري د یو درون میلمه سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې د خپرونې د پیل نه تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نن هم زموږ یو ویاړ زموږ سره په خپرونه کې ده چې په بهر کې دوی زموږ د افغانانو افتخار جوړه شوې ده. زموږ سره په خپرونه کې ښاغلی انجینر پرویز امیري د خارجیانو یا د بهرنیانو شورا غړی. سلام، وقت بخیر امیر صاحب، امید دارم خوب باشین. سلام خدمت شما، سلامونه و نیکی هیله. تشکر که از این که برای ما امروز وقت گذاشتین و فرصت پیدا شد تا بتانیم با هم صحبت شویم و تبادل نظر داشته باشیم. یک جان تشکر. تشکر امیر صاحب، زنده باشین. اینه بر ما بگین. اولتر از همه خو از صمیم قلبم براتون تبریکی میگم که شما کامیاب شدین در این انتخابات و این افتخار تمام افغانا هستین. شما اینه بر ما بگوین که وقتی که کامیاب شدین بر شما احوالش کی داد، زنگ زد براتون، شما خودتون هموجا بودین، چه رقم؟ نه خیر، پروسه دیجیتالی است و بعد از اینکه انتخابات به تاریخ 15 ماه مارچ صورت گرفت الا نتایج نهایی تقریبا بیش از 2 هفته را در بر گرفت که ما تانستیم از طریق سایت های مشخص اینترنتی این پیام دریافت کنیم که ما چی در شورای نمایندگان خارجیان و چی در پارلمان شهری شهر فرانکفورت توانستیم با حزبی که ما تفاهم کرده بودیم و داخل شدیم موفقانه بدرخشیم و در هر دوی بخش ها یک کرسی را از آن خود کنیم. و ما باور دارم که این افتخار نه افتخار حزبی ما بوده و نه افتخار شخصی، بلکه این افتخار به جامعه ما افغان ها بوده و این دستاورد امو زحمت و تلاش مردم ما در پروسه انتخابات که همراه ما تلاش کردن و واقعا صادقانه همراه ما این انتخابات این پروسه را پیش بردن، این امو افتخاراتش و امی بردی انتخابات از آن مردم ما در شهر فرانکفورت است. بسیار خوب. امیر سویری بر ما بگین که چقدر رأی شما دریافت کردین در انتخابات؟ ما تقریبا بیش از 30,000 رای در شورای خارجیان و بیش از 35,000 رای که یک کرسی را از آن خود کردیم در پارلمان شهری از آن خود داشتیم. بسیار خوب. اگر کمک توضیح بدین امیر صاحب که شما با نمایندگی کدام آدرس شما خود کاندید کردین و اگر شما فعلا که امی کرسی را از آن خود کردین چقدر دایی میتونین که به افغانا کمک کنین؟ آیا کدام در بخش افغانا میتونین هم مثلا یگان صلاحیت اجرایی است، یگان صلاحیت های فقط پیشنهادی است؟ شما کدام صلاحیت ها را در اینجا برخوردار هستین؟ دقیق. در قدم اول تمرکز ما بیشتر به این بود که ما جامعه افغانا در سطح منطقه باید یک صدای سیاسی داشته باشیم و امی انگیزه یا امی تصمیم هم شد که ما بریم به این روند پروسه انتخابات محلی در شهر فرانکفورت که در تمام ایالات اسن برگزار شد و ما نمایندگی در شهر فرانکفورت داشتیم. و ما قسمی که شما اشاره کردین در 2 بخش یا 2 پارلمان جداگانه که یکیش پارلمان شهری هست که صلاحیت‌های اجرایی دارن و یکی هم که پارلمان یا شورای نمایندگان خارجی ها هست که صلاحیت‌های مشورتی و پل وصل بین ادارات شهری و بین اتباع خارجی می باشند. شخص خودم به نمایندگی در مجموع به نمایندگی مردم افغانستان یا شهروندای افغانی که در شهر فرانکفورت هستند و طبعا ما چون با حزبی که رفته بودیم تفاهم داشتیم و البته اتباع دیگه هم ما را در این عرصه همکاری کردن که ما میتونیم خدا نماینده اونا هم بشماریم که اتباع عبارت از اتباع خارجی عبارت از ترک ها می باشه، عرب ها می باشه، مراکشی ها می باشه و اتباع پاکستانی ها می باشن که ما با اونا همکار بودیم و اونا ما را در این پروسه نهایت همکاری کردن.
یعنی امیر صاحب شما جز ما افغانای ما که هستن مهاجرین در جرمنی، جز افغانا شما به دیگه مهاجرین هم میتونین خدمات ارائه کنین؟ بدون شک قسمی که ما براتان اشاره کردم، ما پل وصل هستیم و نه تنهایی که ما افغان ها بتانیم در این پروسه صدای سیاسی داشته باشیم، ما مستقیما چون سیاست های محلی بالای زندگی روزمره تمام اتباع بخصوص اتباع خارجی و بخصوص بالای افغان های ما تاثیر مستقیم خود داره. تصمیم گیری دقیق در سطح محل صورت میگیره. اگر سیاست های بزرگ هم هست و تصمیم گیری های بزرگ صورت میگیره، ولی تطبیقش در سطح محل میشه که دقیق امی شوراها و امی پارلمان شهری است که امی سیاست ها را در سطح محل تطبیق میکنه و ما مستقیم بالای از اینا تاثیرگذار هستیم. بسیار خوب. اینه برای ما یک کمی قصه کنین، یک کوتاواری که شما چطور تانستین یک افغان بیایه در یک کشور اروپایی اونا بتونه که تا این سطح را پیش بره که حتی در سیاستش هم یعنی اینا به یک نحوی دخیل باشه و پیش برن که دیگه جوانا هم از شما انگیزه را بگیره، شما الگویش باشین که اونا هم پیش ایجا کوشش کنه که اونا راه شما را تعقیب کنه که بتونه تا به این سطح را پیش برن. یک کمک از خود قصه کنین بر ما. چرا نه؟ بسیار سوال جالب. میخوایم براتان عرض کنم که ما از سال 2007 در انجمنهای مختلف، اتحادیه‌های مختلف، نهادهای مختلف همکاری با دانشگاه شهر فرانکفورت و دیگر دانشگاه ها، همکاری با انجمنها چی در شهر فرانکفورت و چی در سطح آلمان و اروپا، ما همکاری های خود داشتیم، برنامه های خود داشتیم، حتی به سطح تظاهرات ها به خاطر منافع مردم ما، به خاطر منافع مهاجرینی که افغانی که در کشور آلمان بخصوص در شهر فرانکفورت بودن و هستن، ما با اینا همکاری داشتیم و در برنامه مختلف و پروژه های مختلف. انگیزه که برای ما ایجاد شد که چطور ما باید در سیاست محلی هم مشارکت داشته باشیم، این بود که ما همیشه در آخر روز با چالش های مختلف مواجه می شدیم. وقتی که ما پروژه های خود تطبیق می کردیم یا می رفتیم با برنامه های مردمی یا تظاهرات هایی که به منافع مردم بود، به خاطر دیپورت ها و اخراج های اجباری بود، در آخر روز ما کسی نداشتیم که به مردم ما، برای جامعه افغان ها پاسخگو باشه، پاسخگو البته مستقیم پاسخگو باشه. و امی انگیزه ایجاد شد که ما باید دست به کار شویم و از خود نماینده خود را داشته باشیم، کسی که به منافع ما فکر میکنه، کسی که صدای ما میتونه، صدای ما را در سطح محل و در سطح ایالات ها و دیگه کرسی ها بلند بسازه. ایمی انگیزه ایجاد شد، ایمی چالش ها بود که ما را امی انگیزه را ایجاد کرد که ما خود دست به کار شویم و توانستیم که موفقانه در این بخش بدرخشیم. میخوایم اینجا اشاره کنم نه تنها شخص خودم که در این پروسه بودیم، بلکه دیگر هم از وطندارای ما که بخصوص در شهر فرانکفورت که دو سه کاندید دیگه هم داشتیم که اون هم تانستن موفقانه بدرخشن و این جای افتخار به جامعه ما افغانا هست که ما واقعا یک تصمیمی را گرفتیم و به او تصمیم با همکاری هموطنای ما تانستیم که در این کرسی ها دسترسی پیدا کنیم. بسیار خوب. طبعا امیری صاحب وقتی که یک نفر تصمیم بگیره که میخوایم در یک بخشی پیشرفت کنم و اما هدفی را که انسان می داشته باشه به همو برسه، چالش ها و آسانی های خود داره. طبعا که چالشش بیشتر می باشه. شما به خاطر رسیدن به این سطحی که فعلا رسیدین و هم در تو یک کشور بیگانه، چه چالش های بزرگی سر رایتان قرار گرفت که اونا ممکن بود شما با کوشش های خود او را ممکن ساختین؟ من فکر میکنم که این یک تصمیم دست جمعی بود. خب چالش ها خب در زندگی روزمره افغان های ما و در زندگی روزمره شهروندای ما بخصوص در شهر فرانکفورت، ما میخوایم صحبت های خود بیشتر، چون ما در سطح محل مسئولیت داریم، میخوایم در سطح محل کوتاه بسازم. ولی اگر امی صحبت های ما را میتونیم در سطح ایالات یا در سطح کشور مطرح بسازیم، دقیق امو بحث های یک نواخت و یک شکل است.
ما در سطح محل و چالش های مختلف مردم ما بخصوص طبقه مهاجرین که در سالهای 2015 و 16 با سیل مهاجرین داخل آلمان شدن و چالش های نهایت بزرگ دچار بودند. مشکلات اداری بود، مشکلات اقامتی بود، آموزش زبان بود و دسترسی یا کمبودی دسترسی به بازار کار بود و فرصت ها برای جوانان بخصوص برای فامیل ها نهایت کم بود. بخصوص در شهر فرانکفورت یک مشکل بزرگی که بود مشکل اقامتی بود. هر شهروندی که از روز نخسته که در شهر فرانکفورت ثبت نام میشه الا دسترسی به اقامت بیش از 1.5 2 سال باید منتظر باشد. در طول این 2 سال یا 1.5 2 سال اینا هیچ کار رسمی انجام داده نمیتونن، اجازه ندارن که با کورس‌های زبان ثبت راجستر شوند. البته این چالش باعث میشه که نمیتونن در داخل جامعه اینا داخل شوند و ادغام شوند و این باعث میشه که افسردگی، پراگندگی در زندگی روزمرهشان و هم کم علاقگی در ادغام در جامعه به بار می و این دچار این هموطنای ما دچار مشکل میشن و همین مشکلات باعث شد که ما را باید دست به دست هم داده بتانیم که یک انگیزه را ایجاد کنیم در بین مردم خود و بتانیم که با مشوره انجمنهای فرهنگی، انجمنهای اسلامی که از مردم ما افغان ها هستند در شهر فرانکفورت با مشوره با امی دوستا و بزرگا و انجمنها بتانیم این قدم بگذاریم و تانستیم که این قدم موفقانه به پایان برسانیم. بسیار خوب، بسیار خوب. میم در مورد زندگیتان، شما چقدر وقت میشه که از افغانستان برآمدین؟ یعنی در کدام بخش شما تحصیل کردین در آلمان؟ یک کمی از این برای ما اگر قصه کنین. بسیار عالی. من در سال 2000 میبخشین در سال 1992 93 و 94 داخل آلمان شدم. سن ما فکر میکنم که اگر درست به یاد ندارم شاید 11 الی 12 سال عمرم بوده باشه. نوجوان بودم البته. داخل آلمان شدیم و در آلمان تحصیلات مکتب خود به پایان رساندیم و همچنان تحصیلات عالی خود در رشته انجینیری به پایان رساندیم و بعدنش در بخش رشته معماری و مدیریت همچنان ماستری خود داشتیم. البته تمامی تحصیلات خود چی دوره مکتب و چی دوره تحصیلات عالی ما در دانشگاه در شهر فرانکفورت بوده خوشبختانه. و قسمی که آلمان ها یک ضرب المثل دارند یا دمی شهر ما که میگن ما بچه فرانکفورت هستم و خوشبختانه بگویم یا متاسفانه که بعد از این جنگ های داخلی که آغاز شد ما که مهاجر شدیم تانستیم به اصطلاح فرانکفورت خانه دوم خود انتخاب کنیم. خب امیرزا یک چیز بر ما خوشایند بگویم، جالب بگویم، نمیدونم چی بگویم. شما ماشاءالله همی زبان دری بسیار خوب صحبت میکنین، قسمی که اصلا معلوم نمیشه که شما اینقدر وقت میشه از افغانستان برآمدین، چون اکثریت مردم اگه ما ببینیم از کشور خود وقتی که ما براین در یک کشور دیگه زبان اصلا یادشان میرن، یا اگه یادشون هم نرفته کم کم در ذهنشان مانده یک رقم چی میگم زبانشان کلوله شده گپ میزنن زبان خدا. شما بسیار خوب صحبت میکنین. ما میخوایم قسمی که ما و شما در ابتدا یک صحبت کوتاهی داشتیم که ما در قدم اول بگویم که ما از شما معذرت خواهی کردم که ما هنوز به زبان پشتو درست حاکم نیستم و از شما معذرت خواستم که دوست داشتم که این بحث ما را به زبان پشتو داشته باشیم ولی کمبوتی احساس میکنم، هنوز کمبوتی در وجود خود احساس میکنم. ببینید زبانهای ملی ما چی زبان پشتو باشه، چی زبان دری باشه یا ازبکی باشه، زبان ملی ماست. این اصلیت ما را مشخص میسازه و ما میخوایم که با افتخار بگویم که ما از افغانستان هستم. ما من حیث یک جوان افغان اصلیت خود فراموش نکردیم. ای که زبان مادری ما هست، زبان تری هست، زبان پشتو هست و دیگر زبانهای ملی ما هست. به این افتخار میکنم و با امی
ارزش هایی که ما داریم، با همین افتخاراتی که ما داریم، چی افتخارات فرهنگی و کلتوری و غیره، ایره میخوایم که عرض کنم که ما نماینده اینمی افتخارات در شهر فرانکفورت هستیم و این امو اصلیت افغانی ما در خارج از افغانستان، خارج از مرزهای افغانستان است و من خدا مسئول میبینم که این ارزش ها را با کمال میل با امو چیزهایی که در او گنجانیده شده که یک بخش از او زبان می باشه و چی زبان دری و چی زبان پشتو و دیگر زبانهای ملی ما، این را ما بتانیم حفظ کنیم و از این نمایندگی خوب بکنیم و همین باعث شده که ما میتونم خوشبختانه بگویم، گرچه خودم احساس میکنم که هنوز کمبودی موجود است، ولی ما کوشش نهایی خودم میکنم که نماینده ای زبان باشم، نماینده زبان ملی ما باشم، نماینده ارزش های ملی ما باشم و بتانم ایرا به جامعه که ما در اوج فعلا زندگی میکنیم و ادغام شدیم، امو ارزش ها را به نمایش بگذارم. ایره بر ما بگین در کل میتونین به چند زبان تکلم کنین؟ اوه در کل به زبان خب زبان مادری ما زبان دری هست و زبان دری به زبان آلمانی و زبان روسی و انگلیسی صحبت میکنم. البته به زبان پشتو هم کوشش میکنم ولی حاکم نیستم، ولی یک کمبودی احساس میکنم و انشالله پیرم میسازم. نه یک سوال د پښتو از پیشتون میکنم در د وایستی امیری سی د افغانستان ژوند چې کله وړوکی وي تاسو هلته هغه وخت مو په یادیږي؟ من میخوایم که اشاره کنم که گذشته های من متاسفانه در افغانستان، چون خب بچه بودم و خرد بودم و نوجوان بودم، آنقدر به یاد ندارم، ولی خوشبختانه یک فرصتی را برای خود ایجاد کردم. من در سن 20 و 22 سالگی شروع به پیدا کردن اصلیت خود شدم. ما یک احساس کمبودی میکردم که ما در آلمان زندگی میکنم، ما از افغانستان هستم، ما افغان هستم، ولی امو ارزش هایی که ما در وطن داشتیم، خب این تنها در جامعه کوچک ما در شهر فرانکفورت با افغانایی که در ارتباط بودیم، البته با جوانا و فامیلا، این در خانواده خود البته احساس میکردم. ولی بله، قسمی که اشاره کردم، در سن 22 سالگی یک احساس در وجودم پیدا شد که من در آلمان زندگی میکنم، از افغانستان افغان هستم، ولی یک چیزی در وجودم که او اصلیتم است کمبود احساس میکردم و او وطن عزیز ما افغانستان بود که من نهایت علاقمند بود شدم و علاقه پیدا کردم و یک احساس خاصی در وجود پیدا شد که من باید دوباره به وطن برگردم و ریشه های خود پیدا کنم، اصلیت خود پیدا کنم، وطن خود، وطندار خود بیشتر خوبتر بشناسم. و خوشبختانه که یک چانس بسیار خوب ایجاد شد در سال 2012 بعد از اینکه تحصیلات عالی خود به پایان رساندم، تانستم موفقانه برای 5 سال داخل افغانستان شوم و در اوج کارهای داوطلبانه خود داشتم و در ضمن تانستم موفقانه در 34 ولایتی که افغانستان ما در تمامی ولایت ها برم، مردم خود، محیط خود، ارزش های خود در کشور خود بتانم با کمال میل با مو چیزی که در وجودم بود که میخواستم پیدا کنم بتانم دوباره پیدا کنم که بالای از اون نهایت افتخار میکنم. چقدر یک احساس خوب داره امیر یوسف که گفتین من رفتم برای تمام ولایت افغانستان ازش دیدن کردم. یعنی واقعا من خودم عمل یک رقم احساس دلتنگ کردم پشت وطن. ایره بر ما بگین وقتی که رفتین مردم خود از نزدیک دیدین، فرهنگ، مشکلات ها، همه چیز، چی احساس داشتین؟ ببینین، با تمام کمبودی ها و مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و غیره و غیره و غیره که در افغانستان هست مگذاریم میره در یک طرف، ولی بازم مردم ما، مردم شریف و مردم واقعا میمان نواز و مردمی که واقعا شجاع و دلیر هستن، اصلا
بود و باش ما بیشتر در قریجات بود، بیشتر در مناطق دوردست بود. بیشتر میخواستم که واقعا مو افغانستان واقعی را که او تنها خب در کابل هم بود، ولی من بیشتر کوشش میکردم که در ولایت مختلف نه با وسایل برم بلکه پیاده برم، بلکه کوشش کنم در بین مردم خود باشم. باور کنین با همون کمبودی هایی که در وطن بود، با مشکلاتی بود، بخصوص مشکلات اقتصادی، در هر دروازه‌ای که تک تک میزدیم با دل باز، با یک میمان نوازی خاص باز میکردن. وقتی که میفهمیدن کسی است که از وطن آمده، و ما این پیشنهاد خود همیشه میکردم که ما آمدیم وطن و وطندار خود دوباره پیدا کنم و بشناسم و اصلیت خود پیدا کنم. وقتی که این حرف مطرح می ساختم، اونا با یک دل باز، با یک قلب واقعا صادقانه همراه ما برخورد میکردن و ما یک احساس میکردم که این خاک چیز دیگه هست. بود و باش کردن در این خاک یک چیز خاصی است. و بخصوص هر باری که من داخل افغانستان می شدم، وقتی که از امی رازینای تیاره پایین می شدم، پای خود بالای زمین وطن ما افغانستان می گذاشتم، یک احساس مسئولیت می کردم. و اونمو مسئولیت، اونمو احساسی را که بر ما وطن در طول 5 سال داشت که ما تانستم واقعا خود دوباره پیدا کنم، اونمو را آوردم در آلمان همراه خود. و واقعا عرض کنم که اونمو مسئولیت بود که ما امروز تمام تلاش خود کردیم که در این جامعه بتانیم که جامعه افغانای ما را بسازیم و یک صدای سیاسی و اجتماعی در این جامعه داشته باشیم. بسیار خوب امیر صاحب، بسیار خوب. اگر ایره بر ما بگین، چون من میفهم چالش ها و مشکلات های زیادی داره افغانای ما در آلمان، شما کوششتان چه خواهد بود که در اوایل 6 ماه مردم از شما کدام توقعات داشته باشه که شما علوم مشکلاتش به حل خواهد کردین؟ تشکر از سوالتان. ما در برنامه انتخاباتی خود یا در پروسه انتخاباتی خود بسیار مشخص همراه وطن و وطندار خود صحبت ها و جلسات را که داشتیم برشان واضح پیام واضح داشتیم. ما خب در طول این دوره که ما نمایندگی میکنیم از هموطنای ما و در 3 ماه و 6 ماه یا امی سال اول کاری ما تمام کوشش خود را میکنیم که بتانیم برای هموطنای ما یک مرکز اجتماعی یا یک مرکز جامعی که در اوجا بتانن تمام افغانا خود پیدا کنن ایجاد کنیم، تا بتانیم یک آدرس مشخص داشته باشیم از افغانای ما در شهر فرانکفورت، تا بتانیم از این مرکز چی به طور داوطلبانه وطندارای ما که یا جوانایی که ما را در این انجمن‌هایی که ما را در این مرکز اجتماعی همکاری به طور داوطلبانه همکاری میکنن و چی به طور رسمی که اوجا خود را مسئول میبینیم و دیگه مسئولینی که یا نمایندگانی که به نمایندگی از افغانای ماست که بتانیم وجه مشترک خود پیدا کنیم و در این مرکز اجتماعی بتانیم بر رسیدگی به مشکلات، بر رسیدگی برای کمبودی های افغانای ما در اینجا بتانیم کوشش کنیم و بتانیم پل وصل شویم بین افغانای ما و ادارات دولتی که یک میتونه ما را امی چالشارک رای حلش باشه. و دومی که یک بخش مهم دیگه که هست که ما در فعلا نهایت تلاش داریم، تمام شهروندایی که بخصوص هموطنای ما که از روز نخست در شهر فرانکفورت ثبت و راجستر میشن، ما کوشش ما این است که اگر بتانیم میره در طول امی 6 ماه و سال اول بتانیم رفع بسازیم، در غیر با تمام تلاش کوشش میکنیم که شهروندهایی که یا افغانهایی که از روز نخست در شهر فرانکفورت ثبت راجستر میشن، اینا حق رفتن به کورس یا دسترسی به آموزش داشته باشن و از روز نخست بتانن حق و اجازه کار داشته باشن و بتانن که در بازار کار هر چیز زودتر داخل شوند، بتانن رفع همین مشکلات اقتصادی از اینا رفع شود. و در قدم اول از این روز نخست کسایی که علاقمند به تحصیلات عالی هستند، نه تنها آموزش زبان یا انتگریشن بلکه برای تحصیلات عالی هر چی زودتر و سریعتر بتانن که امی اسنادای اینا
در کشور آلمان یا در شهر فرانکفورت به رسمیت شناخته شود که این از تلاش های اصلی ما که البته مو شعارهای انتخاباتی ماست که ما فعلا هم که بالای از او کار داریم که بینمی دسترسی ها ما برسیم و میتونم که بگویم ما خوشبختانه فعلا دمی طول یک ماهی که ما کارهای رسمی خود آغاز کردیم تانستیم که دستاوردهای خوبی داشته باشیم و عنقریب انشالله که امی مرکز اجتماعی را ایجاد کنیم. فعلا جلسات ما میخوایم کوتاه اشاره کنم که در انجمنها و البته در انجمنهای اجتماعی و فرهنگی است و همچنان در بخشای مراکز اسلامی که از جامعه افغانا در شهر فرانکفورت است. ما مجالس خود مردمی خود در این مناطق داریم ولی کوشش میکنیم که امی مرکز اجتماعی خود ایجاد کنیم و اون برنامه دیگه که اشاره کردم با او هر چیز زودتر رسیدگی کنیم. خب امیری صاحب من یک سوال میکنم، امید دارم که از مسئولیت شما دور نباشه، چون شما خود بگین که مینا جان چطور یک سوال میکنه که او از مسئولیت ما دور است و این سوال شما تا جایی که ما در مورد شما معلومات جمع آوری کردیم، شما نه تنهایی که در مورد مهاجرین اینقدر خدمت کردین برشان، یعنی مشکلاتشون در مورد حل مشکلشان کار میکنین، تلاش میکنین، شما در بخش حقوق زن و در مورد مکاتب دختر خانما هم مبارزه داشتین و عالیام دارین. شما در مورد دخترایی که در افغانستان هستن و از مکاتب از کار محروم هستن کدام پلان چیزی را روی دست دارین یا داشتید؟ ببینین طبعا که ما با نهادهای مختلف همکار هستیم در این بخش و آخرین کوشش خود را میکنیم که یک بخش بزرگ از جامعه ما در افغانستان که او را زنها و بانوها تشکیل میدن و اونا بتانن از حقی که دارن که یا حق زندگی و حق دسترسی به تحصیل است بر از او بدون کدام چونه چرا بدون کدام استثناء به حق خود برسن. و ما تمام تلاش های خود که البته تلاش های حقوقی است و با نهادهای مختلف و با نهادهای معتبر الی جامعه بین الملل الی جامعه بین الملل در ژنو در بان ما با اینا فعلا به تماس هستیم، صحبت های خود داریم و اگر در قدم اول بتانیم به طور گفتمان بتانیم این را حل بسازیم و بتانیم دولت فعلی افغانستان قانع بسازیم که همه شهروندا بخصوص زنا به حق خود باید برسن، این را داریم. و البته ما برنامه مردمی خود را همچنان تظاهرات های را یا خیمه های تحسن ما در چی در کشور آلمان، چی در شهر فرانکفورت یا چی در ژنو و چی در بن از سال 2021 و 2022 به این طرف ما این کارا را میکنیم و داریم کردیم و تا ای که بتانیم به می خواستهای مردمی یا به حق ما برسیم یا به حق بانوها و زنای افغان برسیم ما این را حتما ادامه میدیم. بسیار خوب بسیار خوب. امیرسی وقت برنامه هم رو به پایانی است. دیگه یک پیام کوتاه شما رو میشنویم به خاطر جوانا، دیگه بعدش هم خداحافظی. تشکر از اینکه در قسمت اول که شما بر ما وقت گذاشتین، تشکر از شما و از بیننده هایتان و همکارایتان. پیام ما به مردم ماهی است که چی در کشور آلمان، چی در اروپا و چی کسایی که در خارج از افغانستان هستند، ماها یک مسئولیت داریم. ماها نماینده افغانستان هستیم و ما بسیار به مو ارزش هایی که ما واقعا باور داریم باید با احترام به ارزش های جامعه که ما زندگی میکنیم ما باید ادغام شویم، صدای اجتماعی، صدای سیاسی خود داشته باشیم و نماینده فوق‌العاده افغانستان و مردم افغانستان و صدای مردم ما در کشورهای خارج از افغانستان باشیم. و ما امیدوار هستم که هر چی زودتر بانوهای کشور عزیز ما افغانستان هر چی زودتر دروازهای مکاتب برایشان باز شود و از حق شهروندیشان بتوانند استفاده کنند و زندگی صلح‌آمیز در کشور خود داشته باشند. یک جهان تشکر از شما و یک جهان تشکر از همکارای شما.
در اصل از شما بسیار تشکر. له تاسو نه مننه چې با وجود د دومره مصروفیتونو بوختیاو بیا مو هم موږ ته وخت راکړو. کور مو ودان، ښه وخت ولرئ. درنو او قدرمنو لیدونکو، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم چې د کاروان د خپرونې لیدونکي د پیل نه تر پایه وئ. تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت، ښې چارې.